بچه یه دقیقه بیاین. سلام بچه، حالتون خوبه؟ بچه من پولی چیز همراه خودم ندارم، از شهرستان اومدم. پولی چیزی شما دارین کمک من کنین؟ هیچی همراه خودم ندارم. داری؟ آره میدونم. بچه شهرستانی؟ چی؟ بچه شهرستانی؟ آره. اون بچه ها رو چرا داری؟ اما خودمون دوست داریم بهش بدیم، یکی هم پیدا بشه به ما میده. این اما بذاره کار کنه پول در بیاره بابا، از بچه چرا پول میگیری؟ ما کارم کردیم نه بابا بگی بهشم بده. چقدره؟ نمیخوام بگی برای خود بابا این میره کار میکنه و زر میاره. بگی بابا اگه دست شکسته چقدر شما کار کردین بچه؟ من 47 تومن من بندشم میرم کار میکنم نمیام پول بچه رو استفاده داره. ما زحمت کشیدیمش کن کشیده بدیم. یعنی بچه اینو واقعا شما ندادین به من؟ آره دوست داریم خجالت بدیم. بکش از بچه پول میگیری؟ چرا خجالت میکشه؟ یعنی که نکرده. بابا پولش بهتر از این که دست کسی درست کنه. راضی الان؟ آره بچه مشکل نداریم واقعا؟ هیچ مشکل نداره. چقدره؟ بهش بده بابا. واسه من 47 تومنه. تو چقدر؟ چقدر؟ 30. کار کردی اینجا از کی؟ آره. از کی اومدین؟ چند دقیقه پیش اومدیم. چند دقیقه بابا پیش بیا بچه پول بچه ها رو بگی بده بابا. راضی من برم؟ عمو دوست داریم بهش بدیم. عمو حروم نیست، ما دوست داریم بهش بدیم. ما حلال ما دوست کردیم. داریم بدیم. واقعا؟ آره برم پس؟ آره بچه کجایی شما؟ افغانستان. افغانستانی؟ آره خب بس من میرم دیگه. یه پول بچه ها رو بده. واقعا دروغ بگو. بچه ولی خب من دارم با شما دوربین مخفی میگیرم. شما واقعا چقدر واقعا؟ یه دقیقه منو ببین. واقعا شما بچه چقدر خوبی. نمیدونم شما چقدر مردی. بچه دم شما واقعا گرم. فکرشو نمیکنم همچین کاری کنی. از 100 تا مرد شما واقعا مردتری. دمتون گرم. دوربین ما بر تو ماشین. دوربین داخل ماشین کم بی مرتبه بچه داخل ماشینه. خب ببین شما شماره کارتتون هم به من بدین. من